کوچه آبشار، حوالی مولوی، خیابون سیروس. یه زن قد بلند با چارقد سفید زندگی میکرد. صبح که صدای اذان از مسجد صرافا پخش میشد، اون سینی مسیشو ور میداشت. کوفته های کوچیک گرد درست میکرد با گوشت، پیاز و یه مشت ادویه خالص که از عطاری خریده بود. بعدم تو روغن داغ سرخشون میکرد. کنار چادر نماز یه نون تافتون تازه پهن میکرد. چند تا قلقلی، یه مشت پیاز، یه کف دست جعفری ساتوری، یه کم سماق لواسون و نونو آروم میپیچید. لقمه میکرد. بعدم تو تابه‌ای که روغن گوشت هنوز توش قلقل میکرد سرخش میکرد. کاسبیش مغازه نداشت. همین سینی رو میذاشت لب کوچه روی پایه آجر و تخته. یکی یه قرو میداد، یکی یه لقمه نسیه میخواست، یکی هم فقط میخواست یه سلام بشنوه. اون زن قد بلند با چارقد سفید با همون سینی مسی هیچ اسمی ازش نموند. حتی تو دفتر خاطره ها هم ثبت نشد. اما تو دل آدمای اون کوچه ثبت شد. تا وقتی تک تک اون آدما توی اون کوچه بودن، یاد لقمه های خوشمزش بود. بوی نون تازه بود. بوی گوشت های قلقلی سرخ شده تو روغن. بوی یک عصر ساده پاییزی در تهران.